درود خدمت شما دوستان. امروز جمعه 28/6/1404 بنده اومدم مشغول تمرین پارک لاله. محل همیشگی گروه بودن کفو تاوی رو میریم ادامه حرکت قسمت گنگبو. تا از سمت راست باز میشه یا بهش میگن نشست تیر و کمان. از کنار نشون میدم بهتر ببینید. فقط پهلو نشون میدم. نشست گنگبو یا تیر و کمان. این پای مخالف ده بار بازی میدیم اینو قشنگ کشاله ها کشیده بشه. کشاله های رون، عضلات کشاله رون، دو سر رون، دو زنقه، خیاطه پشت. خب به همون حالت که هستید صاف وای میسیم این پایین تا اندازه عرض شونه 2 برابر یکم بیشتر باز. پهلو یک آش تن دو دو یو ای میای بالا میری سمت چپ ای بازی میدی ای آش تن سو دو یو سی با یو سه دیگه دار یک وسط ماساژ میدیم پشت کشاله ها رو. 30 ثانیه بعد ماساژ بدیم. هر حرکتی گرفت میشینیم تو این حالت توی پاشنه پا بازی میدیم ای آر سن سو و میندازید این دست رو اینجا به فشار بدید به سمت بیرون. پاتونم باید یه حالت 90 درجه باشه. میای بالا تعویض میکنید میشینید به همین حالت برعکس کشاله بازی میدی ای آر سن سو و یو چی با یو ش 10 شماره میری 30 ثانیه نگه میداری. خب خوبه. دو